شهادت یحیی چنین بود: راهبران یهودی از اورشلیم به نزد یحیی چند نفر کاهنان و لیوی زادگان را فرستادند تا که از او درباره کی بودنش بپرسند. یحیی از جواب رو نگردانده آشکارا اعلام کرد: من مسیح یعنی تعیین شده خدا نیستم. آنها باز پرسیدند: پس تو کیستی؟ آیا الیاس پیغمبری؟ نه، جواب داد او. یا همان پیغمبری که منتظرش هستیم؟ نه، گفت او. آنها پرسش خود را دوام دادند: آخر تو کیستی؟ ما باید به کسانی که ما را فرستادند جواب دهیم. تو درباره خود چی میگویی؟ یحیی با سخنانی که اشعیا پیغمبر گفته بود جواب داد: من کسی هستم که در بیابان فریاد زده میگوید برای آمدن خداوند راه را راست نمایید. از طرف ربیه فریسیان نیز فرستاده شدگانی بودند که از او پرسیدند: مادامی که تو نه مسیح، نه الیاس و نه همان پیغمبری هستی که انتظارش هستیم، پس چرا مردم را تعمید می دهی؟ یحیی جواب داد: من فقط همچون رمز شستن گناه ها با آب تعمید می دهم، ولی در بین شما شخصی هست که شما نمی شناسید. او همان است که بعد از من می آید، لیکن من حتی لایق نیستم که بند پایفزالش را کشایم. همه این واقعه در دهه بیت عنیا در ساحل دیگری دریای اردن روی داد. یحیی عادتاً مردم را در آنجا تعمید می داد. روز دیگر یحیی به نزدش آمده ایستادن عیسی را دیده گفت: انا این است بره خدا که گناه جهان را از بین می برد. او همان شخص است که درباره‌اش گفته بودم بعد از من شخصی بزرگتر می آید، چون که او پیش از من وجود داشت. من او را نمی شناختم، ولی برای همین آمده با آب تعمید دادم که او برای مردم اسرائیل معلوم گردد. بعد شهادت داده گفت: من دیدم که روح القدس یعنی روح خدا مانند کبوتر بر بالای او از آسمان فرامده ایستاد. من او را نمی شناختم، ولی خدا که مرا برای با آب تعمید دادن فرستاد به من گفته بود: وقت شخصی را می بینی که روح بر بالای او فرامده می ایستد، بدان وی همان شخص است که با روح القدس تعمید می دهد. من این را دیدم و شهادت می دهم که او پسر خداست.